کارتتو بده. نمیدونم. تو بده. چقدر توشه؟ 15,000 یا میلیون؟ میلیون. من ببین کرد کارت میگیرم. تو یعنی واقعا برات مهم نیست رفیقت میشه زنش سرشکسته بشه؟ نه. کارتتو نمیدی؟ نه. منم بلند صحبت میکنم عباس آقا بشنوه. حبیب جون یه چیزی برای عزت دادن ندارم. آی نقل باش. میدی کارتتو؟ این کیفم بده. نمیخوای ردشو بهش بگی؟ فکر کن ندونم 1426 دیگه. نه خیرم 1722. آفرین. آی گفتم. نه ما من آموزشی دیدم ما چند باز بودم من همه میدونم تا اونجا که من یادم هست ما اومدیم تهران. نمیشنم روز ارتش بود، میدون آزادی داشتن رژه میرفتن، گفتن صبر کنید آقا نقیشون قراره که بعد از ندارم صحبت میکنم بعد از مراسم رژه چت بازا بیام پایین که آقا نقیمونم جز همون چت بازا پرید ولی به زمین نرسید که چت باز نقی معمولی کجاست؟ چت باز نقی معمولی بالای این دکل برق همینجور آویزونه. تو اینکه آخرش این ماشین آبپاش هست آتش نشانی اومد اینو نجات داد. این پیرمرد یادشه؟ منم یادمه تلویزیون داشت زنده پخش می‌کردی. 3-4 ماه اضافه رو خوردی آره؟ آقا یه باد مخالف اومد کنترل ما دستم در و نقی باد برد. یعنی چی؟ معبد شاولین درست کردی؟ آقا نقی لطف کن برو بیرون. بله امپراتور بله حتما. شما سرا چی میدونی؟ بلند میشه بیام و بشین یا نه؟ آقا نقی لوس نشو مسخره‌بازی بذار کنار برو بیرون. یعنی چی؟ آقا جان بلند شو مثل بچه آدم مانتو شلوارت عوض کن یه لباس مردونه خوب بپوش بیام و بشین بدو. آقا ما اختیار هیچی رو نداریم، اختیار لباس و پوشکمون رو نداریم. آقا نقی من بیرون بودم انرژی منفی کلی بر من وارد شده، این بلغم و صفرا و سودای من قراقات زده. خواهش میکنم برو بیرون بذار من زن بگیرم، بذار من این انرژی منفی دفع کنم. آقا بلغم ملغمه واسه من بلغور نکن. ول کن آقا برو آقا به مهمونات برس برو. نذار من بد اخلاق بشم. عزیزم ما که با هم دعوا نداریم که من دارم آروم صحبت میکنم دیگه. شما به من بگو اجاره اینجا چقدر میشه که من وسعم نگاه کنم ببینم میتونم 4 تا مهمون دعوت کنم یا نه. همینه به من بگو. الان فوای کلام تو چیه؟ چی میخوای بگی تو؟ آخه مرد حساب عزیز من کلی خرج کردم شورای شهر رو بایشتم دعوت گرفتم. شما بلند شو بیا اونور بشین با 4 تا آدم حسابی آشنا شو 4 تا کلمه بشنو 4 تا کلمه بگو 4 نفر تو رو ببینن تو 4 نفر ببین. 4 چنگولی اینجا افتادی که چی بشه این وزق. Come out. Come out. این فهیمه 5 سال پیشه. این زن سابقه همش رنگه دندون مثل موسیا مو مثل دندون سفید تمام سرصورتی که به ضرب و زور آمپول نگرشته چشا کمسو گردن آرتروز کمر ناقص تن لاجون. داداش چیه شعر شاعری میکنی منه خوب با ناموس قافیه میسازی الان ایراد مون رو من نذاشته باشی.